از تقدیمات شهلا سیف‌الدینова. چی میکنی؟ به خودم فکر میکنم. به خودت؟ چی شده است به خودت؟ نمیدونم. خستم از دروغی آدمان، از خیانت‌های تکراریشان، از حواس نداشتن‌هایشان. در زندگی یکدیگر رو پیر نکنید. انسان‌ها یک بار پیر نمی‌شوند، انسان‌ها را انسان‌ها پیر می‌کنند. در یک لحظه، با یک سخن، با یک رفتن، با یک آمدن، با یک انتظاری و با یک کلامی که می‌روم، انسان‌ها پیر می‌شوند. بکوشید قدر یکدیگر رو بدانید. خوشبختی فقط در کلام دوستت می‌دارم نیست. خوشبخت بودن با احترام است. بهترین ترانه قصه ها در پرتل شهلا سیف‌الدینова